چی کسانی چوکی های جهنم را از آن خود می کنند؟ الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب در آیات تا اندازی میشه گفت که اخیر سوره احزاب ما را متوجه می سازد و ما را هشدار می دهد از وضعیت اهل جهنم، ما را واقف می کند و می فرماید یوم تقلب وجوههم فی النار، او روزی که منقلب میشه روحا در آتش می سوزه. آن روزی که این روحا با آتش میفته منقلب میشه، روزی که چهره‌ها به او آتش سوزان جهنم میسوزه. یقولون، اهل جهنم چی میگن؟ یقولون، میگوین اهل نار، آنهایی که به آتش جهنم افتادن، آنهایی که در حال سوختن هستند، در حال فریاد هستند. یقولون یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، فریاد میزنن ای کاش اطاعت از الله و رسول میکردیم، ای کاش عمل به قرآن میکردیم، ای کاش دنبال قرآن و سنت نبی کریم صلی الله علیه و سلم میرفتیم. این فریاد اول هست، اطاعت از خدا و رسول. ادامه آیه میفرمایه و قالوا ربنا، و میگن ای بار الها، پروردگارا. از اونا سوال میشه شما را چی شده در آتش جهنم افتادید؟ چرا به جهنم رفتید؟ چرا به این حالت میسوزید؟ خار شدید، ذلیل شدید، بدبخت شدید، شما را چی شده؟ و قالوا ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. خیلی مهم عزیزان من، این آیه قرآن هست، این قول الله سبحانه و تعالی هست. شما را چی شده در جهنم رفتید؟ میگن ما اطعنا، ما اطاعت کردیم، ساداتنا، از بزرگان خود اطاعت کردیم، از بزرگان خود، و کبراءنا، از باداران خود. علما و مفسرین میفرمایند اینها چی کسانی هستند؟ کسانی که نگاه نمی کنن الله و رسول چی گفته، میگه هر چی قوم ما بگه من همون کار میکنم، امی هر چی که بزرگ قوم گفت من می کار میکنم، امی کلان قوم که میگفت 100 نفر بکش میکشم. انمونجی بازی تا فریاد بزن که همون بزرگ قوم بیایه و سراقت و دست تو را بگیره. و یا این که ساداتنا و کبراءنا، حزب من، هر چی که حزب گفت درسته، نگاه نمی کنه الله و رسول چی گفت. اینا فریاد میزنن بار الها، پروردگارا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا. اینها ما را گمراه کردن، ما دنبال خدا و رسول نرفتیم. اینها فریاد میزنن اهل جهنم، دنبال قوم رفتیم، نگاه میکردیم بزرگ قوم چی میگه، نگاه میکردیم بزرگ حزب چی میگه، نگاه میکردیم بزرگ قبیله چی میگه، نگاه میکردیم بزرگ بالاخره منطقه چی میگه، دیگه نگاه نمیکردیم خدا و پیامبر چی میگه. فاضلون السبیلا، اینها ما را گمراه کردن. نشه که خدای نخواسته در روز قیامت هم فریاد بزنیم که انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاضلون السبیلا. اونجا ارزش نداره عزیزان و بزرگواران. ارزش به پیشگاه الله سبحانه و تعالی اطاعت از خدا و رسول هست. این اهل جهنم از خداوند چی درخواست میکنن؟ ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. اینهایی که عذاب میبینن، عذاب جهنم، میگن بار الها، او کسانی که امروز ما را وارد جهنم کرده
اونها سبب و وسیله شدن که ما به جهنم بریم. پروردگارا تو عذاب او بزرگان و کلانها و سادات و بالآخر کبراءنا. الله سبحانه تعالی در آیه میفرمای انا اطعنا سادتنا و کبراءنا. صدا میکنن بار الها این عذابی که بر ما تو نازل کردی و ما را عذاب میکنی، بر او رهبران ما و کلانان ما و قلدران ما و بزرگان قوم ما که ما را به این حالت کشاندن دوچند عذاب نازل کن. این دعای بد اهل جهنم برای رؤسایی که مردم را به سمت قوم و قومگرایی و نژاد و منطقه و اینها میکشانند.